سلام مادر. سلام سلامتی. خسته نباشی. الحمدلله. خودتون معرفی میکنین بگین چند سالتونه؟ در حدود 60. اسمتون چیه آشقالم؟ فرنج. خب الان ما کجاییم؟ الان تیرابگونی. معنی اسم روستا میدونین چیه؟ من از تیرابگون نونم دیگه مثلا تیرابگون روستای امامزاده سید جلال الدین. اسم این نونی که داریم میپزین چیه؟ جاندام. نون گندم. بله. هاش خانم اینجا کلاس قرآن برگزار میشه. شما تا کلاس قرآن رفتین؟ بله. خب سواد داری خودتون؟ سواد نداریم ولی این کلاس قرآن تجبیرات اینچینی تی آقا تازی آقا مثلا به هر نوعی چسیمو بگو تکراری کنیم چی؟ میگفتن شما تکرار میکردین. از خوندن از رو قرآن رو بلد نیستی نه؟ نه خیر نه. ما استانهای دیگه رفتیم بودن کسایی مثل شما که سواد نداشتن ولی قرآن خوندن رو یاد گرفتن. اگرش برای شما همچین دوره‌ای بذارن شرکت میکنین؟ بله با امید خدا. خب امروز داره یک کلاس قرآن برگزار میشه. بله. حالا ان شاءالله نون پختن تموم شد تشریف بیاری کلاس قرآن. بله. بعد حالا ما اونجا با حاج آقا صحبت می‌کنیم ببینیم که چیکار می‌کنیم چون فکر می‌کنم مثل شما توی این روستا زیاد باشن دیگه. با امید خدا. خب پس ما ان کلاس قرآن می‌بینیمتون. با امید خدا. یا الله یا الله. یا الله. سلام علیکم، خسته نباشید. بسم الله الرحمن